ای هموطن سلام، سلام مرا ببر، نام مرا گذار و پیام مرا ببر. من یک سلام بیش نیم در لب زمان. ای هموطن سلام، ای هموطن سلام. سلام به همه شما بینندگان بسیار عزیز، بسیار ذکی، هوشمند و به چشم دور و به دل نزدیک روزگار به سر دارد در این سرزمین آزاده، در این سرزمین بهتر از جان که نام دارد تاجیکستان. در تهیه و در پیشنهاد گروه ایجادی ما هست این لحظه باز یک برنامه نوبتی واژه‌زار معانی و ما گروه ایجادی همراه مهمان چون با کمال احترام ما دعوت کردیم، با یک جهان اخلاصمندی دعوت کردیم و سپاس که ایشان از پذیرفتند و آمدند. هنرمند بسیار هوشمند، دارنده جایزه دولتی مدال خدمت شایسته از تئاتر دولتی لختک شهر دوشنبه حاتم سلیم، تمنا میکنیم که هر کدام شما با اهل بیت با احترام گذاشتن در شخصیت یکدیگر یک زندگی خوب، یک زندگی عاشقانه، یک زندگی بی تشویش داشته باشید بسر در آغوش این وطن آزاده و این وطن گل به دامن و این وطن تنج و آسوده. و صحبت خواهیم داشت همراه مهمان حتما که در اطراف هنر، چون نماینده هنر هستند، چون ننگ هنر به کتف دارند، چون توسط هنرنمایی روی صحنه ترغیبگر هنر هستند و سهمگذار هستند در غنی گردانیدن عالم معنوی ما. و ما امید میکنیم که شما محبت خواهید کرد، بتوانید که بکشاید اسرار محتوای صحبت ما. و برنامه ما شما خوش آمدید. سلامت باشید. شما هنرمندها واقعا هم خوب میدونید که تماشابین هنر شما چند گونه می شود. هستند مخلصانی که زیاد به تئاتر می آیند، توجه می کنند به هنر هنرمند و چیزی به خود می گیرند و آزاده و پیراسته به خانه برمیگردند. هستند مخلصانی که زیاد شوقمند دانستن زندگی پس پرده هنرمند هستند. پس پرده کی هست؟ با چی کاری مشغول است؟ هستند مخلصانی که به محتوای نمایشنامه توجه کرده می آیند و ما خاطر همین سه طایفه مخلصان سالها رو پیش میگذاریم به هنرمند حاتم سلیم. اول که زندگی تئاتر عین زمان چگونه مجرا دارد و عقبگاه هنرمند حاتم سلیم چی شروع شر داشته باشد. بله، چون که شما با تماشابین بار دیگر معرفی کردید، یعنی من هنرمندی تئاتری لختک هستم. یعنی بله بله، تئاتری خیلی سعادتمند هستم. بله، البته است دیگر تئاترهای درامایی یا اینکه موسیقی البته فرق میکند، چون در تئاتر لختک نقش‌های اساسی تنها با واسطه لختک است. برای همین عالم ما، فهمیش ما، دنیای ما در تئاتر تمام دیگر است. خود تئاتر لختک فکر میکنن که بسیاری ها همه علاقمندان، مخلصان، ذوقمندان این ساحه تنها یک چیز رو پیش نظر میارن، عالمی افسانه. بله. چون در تئاتر دولتی لختک شهر دوشنبه و در تمام تئاترهای لختک کوشش میکنن که نمایشنامه ها با واسطه لختک خیلی و خیلی جالب باشن، از همه اساس موضوعش موضوع تربیوی باشد، در آن حسی دوستی مثال بگیریم، مهر و محبت، وطن دوستی، حرمت کلان سالان، دوست داشتن پدر و مادر و عائله می باشد و برای همین اهل ایجادی تئاتر کوشش میکنیم که همین خیلی اثرهای جالب رو انتخاب نموده روی صحنه بیاریم تا که صف تماشابینای ما باز هم زیادتر باشد. شکر میکنیم که صف تماشابینای ما هستند. بله، تئاتر میآیند. تئاتر دولتی لختک شهر دوشنبه از نبودن تماشابین تنقصی ندارد، همیشه که درها باز و همیشه که تالارها پر. بله، سلامت باشید. این هم وابسته است البته از فعالیت ایجادی تئاتر، از رهبریت، از اهل هنر وابستگی کلان دارد، از شرایطی که آنها کار و فعالیت میکنند. و ما شکر میکنیم که در تئاتر شرایط خیلی و خیلی خوب برای فعالیت هنرمند، هنرپیشه هست. در تئاتر شکر فعالیت ایجادی ادامه دارد
تئاتر گل میکند. بله و سالهای آخر کوشش کرده شدیم که از روی افسانه‌های خلق تاجیک نیست یگان افسانه رو گرفته صحنه گذاری کنیم، چون تماشابین ما که بخصوص اساس خردسال هستند، نورسان هستند، باید که از تاریخ خیلی و خیلی بوی ادبیاتی مردم تاجیکی ما داریم با خبر باشن، نه تنها مثال درباره کلاسیکان ما شاعران نویسندگی، چون افسانه نیست ما شفاهی. بله افسانه‌های خیلی و خیلی جالب داریم که برای این مخصوص کتاب هست، خیلی کتابی رنگین با نام افسانه‌های خلق تاجیک است که در اونجا همه چقدر که توانستن از سالهای ممکن من ندانم البته تاریخش رو، از سالهای قدیم باشد از دهان به دهان، از مردم و مردم از زبان به زبان، همین خیلی من فهمیدم که این همه وقتی که مول مردم از مول خلق است به طور شفاهی برای این گفتن که افسانه‌های خلق بله شفاهی عمری ابد یافتند. بله خب این سال نصیب کرده باشد سیم افسانه است که ما انتخاب کردیم، البته اون باید روی صحنه بیاریم. بله باید از روی نقشه سالانه ما باید روی صحنه بیاریم این قصه رو، این افسانه رو و نصیب کرده باشد اگر که این کار با ما میسر گردد. ما البته پیشکی اهل ایجادی تلویزیونی سفینه را و تماشابین دوست داشته خود رو آگاه خواهیم کرد. انتظار خواهیم بود. سلامت باشید. زندگی پس پرده عادی است. من خود یک شخصی عادی هستم. مثل زندگی تئاتر. بله. وقتی که من به خانه می روم خیال میکنم که در تئاتر یا در عالم همون کسب خود هستم، عالمی رنگین خود هستم. رفته با همراه شکر نبیرم دارم، میرم با همراه نبیرم هر خیلی بازی ها میکنم، شوخی ها میکنم و چگونه اونها مرا دوست میدارند و هر وقتی که به خانه میبرم بابا جان گفته دویده مرا پیشواز میگیرن. این برای من یک دولت خیلی و خیلی بزرگ است. فکر میکنم که این یکی از واسطه های، این یکی از سبب هایی که کودک به من مهر بسته است شاید که کسب من باشد. چگونه باری اول به تئاتر رفتن یادتون هست که بعداً گرفتار شدید و دیگر هیچ نخواستید رستگاری از او دنیای بسیار زیبای پرفسانه؟ راستی از خردی خیلی و خیلی شوق داشتم. اگر در خاطرتان باشد در دوره‌های اتحاد شوروی در کینوتئاتر اونها وقت فعالیت میکردن. هر گونه فیلم های از هر مملکت ها بخصوص هندی یا اینکه فرانسوزی کمدی ها هم خیلی فیلم ها بود و ما استاد میرفتیم پنهان پس از درس از مکتب میرفتیم بلیط دسترس کرده میرفتیم اون فیلم ها رو تماشا میکردیم. خیلی که من با عالم همین رنگینی سینما داخل شدم. در تلویزیون نیز در آینه نیلگون وقتی که علاقه مکتب خان بودم نخاطرم نیست صنف 2-3 من تماشا کردم یک چند نمایشنامه های تلویزیونی از طرف هنرمندان خیلی و خیلی بزرگ تئاتر تاجیکی همان سالها، استادای خیلی و خیلی گرامی قدر با مانند عبیدالله رجب، شادروان، عطا محمد جان، برهان رجب و همه این چیز سبب شد که من همین اگه سینی 13-14 سالگی به در همون محله در کوچه‌ای که من زندگی میکنم تئاتر تشکیل کردم و همه یک چند نفر همسالای خود 1-2 سال بعد من خردترک همسایه ها همسینف ها من خودم سینه را تار کرده صحنه میمانه و باور کنید وقتی که بیگاه میشد مردم از کار می آمد و من مخصوص صحنه داشتم در تگ یک دروازه همسایه و همون تگ دروازهش رنگی صحنه بود. همونجا به همون صحنه رو باز میگه مردم جمع میشید. پدر مادرهای خودتون مثل حق همسایه ها جمع میشدن؟ همه جمع میشدن با شوق و هوس این رو تماشا میکردم و مادرم بعد اخیر وقتی که میریم نزدش صحبت میکنیم و به خاطر میاد که من در خاطرم است که تا یک پرده میکشیدی و اگر در خاطر نباشه خیلی وایوی برق بودن کو ستونهای برق و دو تاگاش هم بود کو خیلی همونجا از اینجا به اینجا من بنده میکشیدم و پرده رو میکشیدم از پسش لختک حتی بازی کردگی من اینم در خاطرم است. خلاص که این تحکرسی بود و استاد من به این کسب شوق ذوق زیادی و زیادی پیدا شدن گرفت. نیت کردم که همین کسب رو انتخاب کنم و رفتم با دانشگاهی هنرهای زیبا اون وقت با نام استاد میرزا طلسم‌زاده. لیکن در اونجا انتخاب
هنرمندان برای تئاتری درامایی روسی به نام مایاکوفسکی بود است. اون وقتا میدونید روس زبان بله زندگی فعالیت میکردن. گفت اگر که خواهید حاضرش برای که تحکرش روید به ناحیه رودکی، ناحیه لین حاضر ناحیه رودکی. اونجا با هست یک درگاه خیلی و خیلی هنر با نام کلتورنا پراسویتیتلنی училище میگفتن آموزگاه مدنی معرفتی. بله که حاضر به نام استاد بویداخوف شده است. و رفتیم اونجا به پس از سفیده شعبه تئاتری داشته است. اونجا هم داخل شدیم. خیلی اونجا هم امتحان بوده است. مانندی دانشگاه 3 امتحان داشته است. خیلی گذشتم. وقتی در تحصیل در آموزگاه اینچنین با خدمت حربی رفتم آمدم و آموزگاه رو ختم نمودم و کمی پس آمدم خواستم که تحصیل رو باز ادامه دهم و آمدم به دانشگاه هنرهای زیبایی به نام استاد میرزا ترسزاده سال 1988 و در آنجا من داخل شدم، لیکن با شعبه رئیسوری. اون همش یک است. در اون شعبه رئیسوری هم همه حالت اکتور دست میتونن، همه اون نموده که برای هنرمند لازم است در همین شعبه هم درس میآموزند. و رهبری یعنی که گروهی ما شد شادروان استاد هنرپیشه شایسته جمهوری ترکستان شمسی قیام. اون کس البته سختگیر بودن، لیکن آهسته آهسته 5 سالی که در آنجا ما تحصیل کردیم خیلی و خیلی اون چیزایی که ما مثال گیریم در آموزگاه آموخته بودیم از این زیادتر البته در دانشگاه آموختیم. و پس از ختم استاد شمسی قیام و همراه من یک 4-5 نفر دیگر همسبقان رو دعوت کرد، یعنی پیشنهاد کرد با من همین درگاهی خیلی و خیلی رنگین تئاتری لختک عالم افسانه. تئاتر گشوده شد 7 سپتامبر سال 1985 و ما باشیم از 1993 وقتی که ختم کردیم دانشگاه اومدیم اینجا در حقیقت یک عالمی رفتیم که ما 5 نفر همون وقتی که ما رفتیم یک نمایشنامه خیلی جالب رو صحنه‌گذاری میکردن همراه دیگر هنرمندای اون وقتا، هنرمندایی که از سالی که شده شویش کار و فعالیت داشتن. و این نمایشنامه نام داشت واگونچه رو کی دزدید با زبان روسی که تو украл трамвай. چون مؤلفش روس دراماتورگ روس. این که اون وقتا در تئاتر دولتی دختک 2 گروه کار میکرد، گروه روسی و گروه تاجیکی. چون همون دوره ها تئاتر لختک خیلی ستاتوس وای کردن که تئاتر با 2 زبان کار و فعالیت میکنه و تا به حال در آیین‌نامه همین گونه آیین‌نامه همین خیلی است و تا به حال در آیین‌نامه تئاتر ما یعنی که با 2 زبان تاجیکی و روسی و ما تا حاضر کوشش میکنیم که نمایش‌های اینچنین با زبان روسی نیست پیشکش تماشا میگردیم. و در همون وقت همون شمسی قیام همراه ما را توصیه دادن با استاد خیلی و خیلی گرامی قدر چه من در اول گفتم شخصیتی که خدمت‌های خیلی کلان کردن برای فعالیت شده شهی و فعالیت ایجادی تئاتر. استاد خیلی و خیلی دوست داشته ما ارباب شایسته صنعت جمهوری ترکستان استاد ظفر جوادوف هستند که من از اون کس خیلی و خیلی می‌ندار هستم. سبزیده بله تحت تربیه اون کس، تحت هنرآموزی اون کس من در همین تئاتر موندم. استاد ظفر جوادوف توانستن که من و یک چند نفر دیگر رو به همین کسب شاخمن نمایند و شکر خدا من تا به حال کار و فعالیت دارم. اون وقت کار و فعالیت میکردم با مانند هنرپیشه شایسته جمهوری ترکستان که تا به حال کار و فعالیت دارن. احسن با اون کس زیبانیسا مراد و گیرم بانو دینای و هنرپیشه خیلی و خیلی به استعداد هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان که امروز راهبر تئاتر ما است عزت الله سفرزاده که اون کس اول هنرمند بودن، اولین هنرمند تئاتر بودن، شاگردان اولین استاد ظفر جوادوف. حتما که خماری صحنه میگیرد ایشان رو. اون کس نوبساز اون که دیرکتور هستم راهبر هستم با این چنین نمایش صحنه‌گذاری میکنن، این به هیچ خلل نمیرساند. این چنین باز یک چند نفرهایی هست که استادایی که در تئاتر فعالیت کرده بودن. استاد
اسفندیار غلام هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان که سهمی خیلی با سزای خود را در تئاتر ما گذاشته است، آن که از چندین سال در تئاتر ما کار فعالیت کردند. استاد حاتمی نور، استاد هنرپیشه مردمی جمهوری تاجیکستان ایبالله مشرب که دو تا نمایشنامه خیلی خوب رو اینچنین صحنه‌گذاری نموده بودند. همراه ما من شکر میکنم که با چنین استادان گرامی قدر در تئاتر و من نصیب گشت کار و فعالیت کردم. ولی سلامت باشد، پرستوی هنر که به پرواز آمد، هنر خیلی شایسته تنتنه داشت در فضای فرهنگ کشور و پیوسته روند فستیوال از تلویزیون فرهنگی سفینه انعکاس گردید. اندیشه های هنرمندان پیشنهادی تبدیلاتی بیننده گردید، نمایشنامه ها پیشنهاد گردیدند و گروه زیادی کارمندان تلویزیون به واسطه اشتراک داشتند. از نمایشنامه ها، از محتوای نمایشنامه ها، از بازی هنرمندها بهره برداشتند و شما نیز به حیث هنرمند اشتراک داشتید و به حیث تماشابین. امروز مثل یک دانشنامه، مثل یک انسیکلوپدیا هستید در تئاتر لختک، دیگر از فعالیت همه سمت‌های تئاتر آگاه هستید و خوب درک میتوانید کردن، هرچند که آغاز فعالیت دشوار بود. و همیشه که آغاز دشواری دارد و اگر که صبوری هست، عشق هست، تمکین هست، برداشت هست، ورد خواهد کرد. راهنورد در راه انتخاب کرده و به حیث همین یک نفر داننده خوبی همین علم هنر. چی برداشت بود از هفته هنر با بال پرستویی که آمد؟ سلامت باشید. من اول خیلی خرسند هستم و میناداری خیش رو با همه اون نفران با وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان، حکومت جمهوری تاجیکستان، دستگیری آنها و همه اون نفرانی که در فستیوال آزمونی تئاترهای کسبی پرستو 2025 سهم خود را گذاشتند. مینادار هستیم. از چی؟ از اون که فستیوال ما میگوییم که فستیوال آزمون، بله این درست است، فستیوال آزمون، لیکن به فکر من اساس این فستیوال دیدار دوستان است، چون 18 تئاترهای کسبی که در تاجیکستان فعالیت دارند هر 2 سال پس در همین فستیوال پرستو شرکت می‌ورزند و بهترین نمایشنامه‌های خود رو یکدیگر رو می‌بینید. بله، برای ما اساس هنرمندان این دیدار دوست است، دیدار همکسب است، دیدار حتی همسبقانی که ما یک وقتایی در کجایی خونده بودیم همراه و پس از 2 سال یکدیگر رو می‌بینیم. و من دیدم یک چند همسبق خود رو، من استادان خود دیدم، من اون نفرایی رو دیدم که از دیدارشون خیلی پزمان بودم و شاد شدم و این است بهای من اساس برای فستیوال آزمونی پرستو. من البته نه همه اون نمایشنامه ها رو میسر گردید، چون دیگر کارهای ایجادی ما در تئاتر بود، چون تماشابین خردسال داریم، اونها می‌آمدن تئاتر. لیکن من دیدن کردم یک چند نمایشنامه هایی که خیلی خوب. از چه سبب بود؟ از اون سبب بود که نسبت به فستیوال آزمونی گذشته پرستو این دفعه فرق میکرد. دیگر نمایش‌هایی بودن که خیلی پیشروی نیست بود. البته کمبودی از کمبودی نمیشه، لیکن از نظری همچون هنرمند میگم نمایش‌های جالب خیلی بودن. یعنی دیده میشد که از طرف اهل هنری تئاترهای تاجیک کوشش هست، یعنی که پیشروی هست، فیدایی هست، یعنی شوق ذوق نسبتی کسب خود هست. و من خوشحالانه خرسندانه یک چند نمایش‌های خیلی بهترینی این پرستو رو تماشا کردم و میخوام که با همه اون نفرانی که در این پرستو، در این فستیوال آزمون تئاتر کسبی پرستو شرکت ورزیده بودن، خوشی‌های زندگی، موفقیت‌های بلند ایجادی آرزومندم. می‌دونم که همین خیل تئاترهای تاجیک باز هم خودتر بهتر گل شکوفان باشند و فعالیت نمایند و همین تالار تئاترهای تاجیک پر از تماشاگر باشد. سلامت باشید. کار وقت خوب می شود، پیش می رود
که رقابت سالم ایجادی باشد و حتما که در تئاتر در درگاه خودتون رقابت ایجادی هست بین هنرمندها، در درگاه ما هم رقابت سالم ایجادی هست. این برای خوبی کار است، برای بهی کار است و اما همین سفرها، همین گونه برگزاری، همین گونه فستیوال آزمون ها، دیدار دیدن ها، رقابت های ایجادی برای رشد هنر، برای بهی کار، برای رشد هنرمند تاثیر دارد یا نه؟ البته خوب است، برای چون که باید تاثیر میرساند برای رشد هنر بهتر، خوبتر رشد نمودن کسب خود، صنعت تئاتری خوب. من چی گفتنی هستم؟ من در تئاتر ما نیز همین خیلی چیز هست، یعنی که رقابتی تنها ایجادی یکی میشود، همین خیلی میشود رقابت ایجادی است، یعنی که هر یک هنرمند کوشش میکند که خوبتر بهتر در صحنه هنر آفرد. این من نیست. چون من وقتی که یگان نمایشنامه تازه بنیاد، یگان اثر نو رو صحنه گذاری میکنم و اگر من در اونجا نقش به من نصیب گردد، باور کنید من قدر سال شد کار میکنم، حالا هم پیش از صحنه برآمدن کمتری هیجان به میافتم که حاضر من برایم حالا، چون که از همه فکر میکنم تماشابین جدی کودک است. کودک همه چیز رو به حقیقت قبول میکند. بله وقتی که ما نمایش پیشکش میکنیم برای کودکان، یک لحظه‌ای میشود که ما با واسطه لخته کودک میپرسیم خیلی میگن که روباه ندیده، دیده چیکار کار خروز دوست دید. من خیلی میگویم ویا این چیز علاقه پرکتیکا، اینه که این چیز در تمام تئاترهای لخته که دنیا فکر میکنم تجربه شده است، این چیز قبول است. و وقتی که یگان ایده، یگان فانتزی، یگان چیزی که در صحنه قبول باشد، چرا ما آن را استفاده نبریم؟ برای همین تئاتر دولتی لخته شهر دوشنبه هر روزهای استراحت، یعنی روزهای یکشنبه نمایش‌ها گذاشته میشوند، نمایش‌های بهترین تئاتر در یک روز یک مراتب یا دو مراتب ساعت 11 لیکن با زبان روسی. از چه سبب؟ از اون سبب که ساکنان و مهمانان پایتخت گوناگون زبان هستند، گوناگون ملت هستند، مهمان هستند میبیاین و ما شکر میکنیم که صفی این تماشابینان ما هستند، از فعالیت ایجادی ما باخبر هستند. دیگر روزها در یک هفته یک مرتبه ساعت های 18 یعنی بگاهی روزی، ساعت بگاهی روزی نیز ما نمایش ها داریم. تماشابینان کوشش می‌نمایند که نمایش های ما با آنها مقبول باشند. اما بار دیگر دعوت میکنم همه اون نفرانی که علاقمند هستند، مخلصان تئاتری لختک و عموما تئاتری تاجیک هستند، بیایند به تئاترها تماشا کنند، چون که تئاتر نیز یک درگاه آداب است. یک درگاه ادب است. یک درگاه تربیت است. سلامت باشد. حالتون با در آغوش زندگی زیبای پرفسانه، با دست هنر، با لحن لختک تربیت کردن بچه خلق را. سلامت باشد. زندگی در درگاه آرزو میکنیم که گل کند، همیشه پر از تماشابین. برکت در کسب و کارتون، در زندگیتون، در جاه و جلالتون. سلامت باشه. من نیز به شما و اهل ایجادی تلویزیون سفینه بخصوص برنامه واژه‌زاری معانی موفقیت های ایجادی آرزومندم. سلامت و سربلند و موفق باشید. سلامت باشید. سلامت باشید. بینندگان بسیار گرامی، در برنامه نوبتی واژه‌زاری معانی حضور بسیار مبارک داشتند، ابراز اندیشه های بسیار بیک و سبز سازنده نمودند و خیلی عاشقانه از درگاهی که فعالیت دارند قصه کردند برای ما و شما. هنرمند بسیار ارشد، دارنده جایزه دولتی مدال خدمت شایسته از تئاتر دولتی لختک شهر دوشنبه حاتم سلیم که اینک فشرده صحبت مهمان پیشنهاد طبع لطیف شما گردید و ما امید میکنیم که حتما محبت میکنید، حتما با فرزند خویش و این درگاه بسیار زیبا و تربیتگر و پرفسانه قدم رنجه میفرمایید و از محتوای نمایشنامه هایی که پیشنهاد میشوند برای خاطر فرزند ما و شما حتما رسوم زندگی راستین را به فرزند خویش تلقین خواهید کرد. با همین نیت
نیک اومدیم به انجام برنامه. یک زندگی پر از خوبی ها، پر از خوشی ها، یک زندگی پر از آزادگی، پر از آزاده آهنگی، یک زندگی پرفسانه نصیب ما و شما. تا دیدارهای بعدی.